پیغمبر گفت وقتی که کدام شما نیت زنا کردین یا میخواهین زنا کنین، همون زمان ایمان شما در بالای سر شما میبراید، در وجود شما دیگر ایمان نیست. این پیغمبر سوالش است. وقتی زناکار زنا میکند، وای در حالت زنا یا در نیت زنا وای باز مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست. گفتم پیغمبر زناکار مسلمان نیست. اگر من از تفسیر قرطبی برای شما بیان کنم، صاحب تفسیر قرطبی میگوید کدام مرد زنا کرد یا نیت زنا کرد وای زنش طلاق میشود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید. از این خاطر این کسی که این کار کرده است، اگر از روی جهل بود، از روی نافهمی بود، اگر در بین مردم و تنهایی به سوی خدا توبه کند و گوید که دیگر این عمل زشت از من صادر نمی شود، این حالت ده شاید که خدا